ایراد جان نام تر بالا ببینم، تو را زیباتر از دنیا ببینم. آی به هر گوشم بشا نام نهاله، تو را سبزتر و هم زیبا ببینم. نه یایی با بالمه آخ گل بیت الجمال تو باشی، بسر عقل و کمال تو باشی. آی به فردای قیامت روز محشر، ترازوی اما تو باشی. کجی جان، باز یک غلطی دی خوندن میکنی. چه کار کنی ببینی جور بخیری، بر دست خور. اول خوب خیلی خیریته. خیریات تیار هستی. شکر. چیکار پیش میکنی؟ گوه بودی اینا رو بیا بودم دیگه بسته کردم که بچره دوبارم چاخ کردی دیگه جمع میکنی ها. دیگه چیکار کنی؟ کجای ماما تو کجی؟ بو بخچی پینا بخچه کلون. بله ها. میگم کجیر ما یک چند کلمه گپ برای تو بزنم. خوب بگی. یعنی تو تا کی می به ماما خو زحمت کشی؟ تا کی می به ماما خو خدمت کنی؟ از امروزی که میم پیرک تو خدا بیامرز بمرد، مادرتم کشو کرد، بیامدی خودی می ماما خو. همین ماما تو مرد نشد که بری تو یک باسکیل بستانه که تو سوار شی. آیا تو از کجا می بچه همی همسایه میمونی؟ ها؟ یعنی شمال میگی ما چه کار کنیم؟ لالا لالا حالی که میبینیم این اتفاق افتاده من به پدر دستم این ماما خونم چند وقته من پیش مینو پیار مویت شد مادر ممیت شد مثل غیر وری من به پیش ماما خوموندم ماما ما سرپرستی می بگیسته حال دیگه اختیار ما به دست جونه به دست خود منه. خو گپ اینه که جو بگیر یک فیلم بری بازی کو. işte مثلا فیلمی ایشتا فیلمی نداره دیگه. نمی گوساله بگیر بفروش یک بخو سکیله بخواد. ماما ما مقداره که ما گوسالی رو ببرم بفروش و سکیلی بخرم شما یک گپو میزنی. بابا جان ما به تو راه نشان میدم. بگو موتر مازدا بیامد استارت شد گوساله بالا کرد به تا موتر حرکت کرد بره. بخور بگو من خبر ندارم. یعنی اشته میگی چیکار کنم اثر بگیم قدلی دستانه بفهمون. بگو موتر اگه از تو پرسان کرد اول که اگه پرسان کرد بگو من خبر ندارم. باز که سر تو فشار ما بگو موتر بیامد بس تو خودی دوزینه پتا شد گوساله بالا کردم و موتر حرکت دادم برفتم. من دیگه هر زور مم نکرد هر چیزی که دادم که چیزی کسی به کمک من نرسید. گوساله چیکار کنم؟ گوساله ما از تو میخرم. یعنی گوساله بیجازه ماما خوب شما بفروشم. گوساله بده برای من. خب بیترین سکیل حال مگر وزیر پاتو باشه کجی جو. بفهمیدی؟ از این سکیلای که تو خوش داری اندازه تو نمیبرم به تو میخرم. کنه نمی خود تو رو بخواه از اینا بخواه. راست میگین که در بابام به خری ندارم میبری بر برو چی یا مستقل و باسکل داشته باشم میبری بر برو دیگه ولی روزه گوره تا روز که زنده بشی بزی ماما خدمت نکنی ماما همه قدر نمیخره خیلی یا کمه. ما تو خبر کردم اگر باز هم امال که خوش یعنی میول امال سر وقته پولکا تو میدم گوساله رو میدم. چند ماه بم 10,000 گوساله میخرم از. آخه لالا شما میگی گوساله 10,000 میارده امال 40,000 بیشتر قیمت میشه شما 10,000 میگی میشتم به شما به 10,000 بدم. اگه کجیر ما به تو دل خوربو سوختوندم گفتم بلکه که آید اگه یک صاحب یک سکیل یک زندگی بشی تو حال میگید بچم چکار و فلانه. خوبه لالا من فکر آخ کردم شما خبر میدو بسه کن چیکار میشه. اگر تو خواسته بشی هیچ کار نمیشه به شرط تو خواسته بشی. ببینم بابا شما خبر اگه میفروشید با میگم برای شما یعنی ما دل جمع باشم. دیگه ما به تو بگفتم مگر تو از این بچه همسایه هیچ کدام نمونی. راست میگی. بفهمیدی خیره که تو پیاری هم نداری مادری هم نداری. بفهمیدی مگر تو از این هیچ کدام کم نبشی اماله. ما از روزی که تور میبینم تا حال من ندیدم که یک جوری کوش عاد به تو بستونه نگاه کو این کوشا سی ری پی 20 ریپر به تو مستونه. زندگی هم میگذره بر طریقی باشه یه چی دیگه تو میفهمی. نورولا که بعد نگفت ای کار یالا نمیدم مگر من یک فکری به حال ازی کار بکنم. آخ که هرچی میگویم گل کم نمیشه
دل پر غم و ما بی غم نمیشه. آی دوا از ملکی خود یک در بیاره. به دل دارم کمت تر پس بگیرم، تو آهو بره منو شکاری، تو آهو بره خور ازش بگیرم، تو آهو بره خور ازش بگیرم. حالا گلی لاله پیاله. بس قصة بيستول خور وردشته. به دستی مپوش، صفحه دستی مپوش، کالای سیاه را به جلوه میکشی ظالم تو ما را، به جلوه میکشی خوندار میشی. حالا ظالم ببین روی خدا را، ای وای گل من نادل من. سلام علیکم. مانده نباشی ماما. هیچی پیشم گسالا بیدم، من سرزمین بیدم. همون جی بسته کرده یه بیا آمدم همیته پیش شما خبریم بگیرم، ولی شما کارم دارم. چی کار داری تو؟ این با بافته همه مثل دیرو خیلی ما ملف دیرو کردم، اما ببردم به سر دیگه بسته. همه زن نمیفهمی که میگه گو که هست تموم امی زمین ها رو همه پیش درب کنی ببیده انو ماه ماه راست میگی. یکی به یکی دیگه نمیگه، یکی به یکی دیگه نمیگه گو بری میخوری. خب تو گفتی چه کاره؟ چی میگفتی که کار دارم به شما؟ بگو چی میگی؟ آخه بگو ماما. بگو. خوب ماما سب خوریم که من بشینم عد خدی شما میگه شف شف نیشفتلو، میگه شف شف نیشفتلو. اولا که ماما چند وقت خود پیرک می بیاموزه پیرمه که فکر کن مادرمم که اوته شد برابر کار خوب منی به پیش شما آمدم. انی ماما امرو نورالله بیامده به پیش میگه تو تا کی به می ماما خود زحمت میکشی، تو تا کی گو و گسپند و مرغ و شور قضی جمع میکنی، به سر کشت زراعت ازی سرپرستی میکنی، آخرم یک باسکیلی که چی یک خره به زیر پا خودتو نداری. یعنی به می رقمم بشده. میگفتی به تو چه؟ ای پرگپیا، ای مفسیدیا، ای بامیندزیا، ای چتیاتا به تو نمونده که تو بیا اینجا به پیش من لعب بگی ماما من خوارزاده اینم مثل بچی اونم به پیش کار میکنم. همین گپار که بزی میگفتی اینا که ماما خیلی باشه، اینا که بگفت هیچی بگذاری مثل هر جایی دیگه گپایی با ما بگفت. چی گفته؟ نورالله وردشتک لالا به ما گفتک میگون ازی که تو مدام با شهر میری به ده میری برد تمام امی کار و بار ماما تو به دستتونه تو سرپرستی میکنی، تو یک وسیلی نداری امی ماما تو هم نمیکنه و تو یک باسکل بخره چی جا که موتوری بیا قراره کرده امی گسالگه که بده بره مور میدارم میبرم 10,000 روپیه به تو میدم برو به خود سکلای بیامده که تو میتونی کنی برو به خود بخره. انی گساله بده برای می اگه ماما تو پوچی گساله چی شده اول دیومی سیومی که به گردن نگیره بگو من خبر ندارم با که اگه پوچی بگو موتر مازدای بیامده اون بار کرده وردشته ببرده والله خیرا فیزا موتر مزدایش تو آمده بار کردی بود نمیفهم میت بیدارگونه موتر گفتم من با تو سر فیلم نشون میدم تا آخر فیلم هم خودی تو هستم همین طور بکنم که ایت مگر یک قدم را بری به موتور بری پیاده نری دیونه این رنج خیلی های عجبی های که تو ببینی به خونوار ببینی چی فایده داره. بگیر به فکر خوشو، بگیر به فکر راحتی خوشو، 4 روز آدم زندی استراحت دنیا کنه، رسیدگی و راحتی دنیا کنه.
این دنیا که هیچ ارزش نداره. امروز با ما و شما میری همون 4 روزی هم که زندیم رسیدگی بکنیم دیگه. تو نگفتی که من به در خونه ماما خب من مثل اولاد اینم، من مثل از اینم که مثل که بچه خور بویی میکشه میره میته بویی میکشه. ما آخی کیشته به نون نمک از خیانت کنم ماما منه. ما گفتم ماما نه ای تگه پا فرسر نشده دیگه. گفت گوه من خبر بدی از گساله خبر بده میام بار میکنم میرم. من آن میرم به نورالله خبر خوشی میدم. تو بگیر اگه اینا درب کو ایر به زین اون گندم یلا نمیدم. کجا میری ماما؟ اگه امروز خوب به تعزیدی خرمباره که برا ننداختم تموم امیدی شور نخورد رمضان بیخی و دم آدم حساب نمیشه. بگیر اگه درب کو که گواه گوش نه بگیره میای اینجا خوارزاده صغیر من سر دبی خیلی چرب میکنه که گساله بده به من بده به تو 10,000 پول ماما میدم. سعی کنیم ما به شما الان من میرم به تو 10,000 پول میدم. ماما سعی کنیم ما به شما چی میگم. نیرولال یک بیعقلی بکرد برات گپ نکردیم ما برات گپ نکردم به خدا برات می گپا میکردم که تا خود تو فکر کنی. تو بغزر اگنان من برو محل کار اختیار میکنم. هر رقم میخوای ماما بکن تو بشین اگه منار طرف که گواه گوش نه. خوبه این تا نون بزو پخته کنم که تا زمان زنده باشه یخ نکنه اونو. خوبه ماما. میگم مامان امروز من رفت شما همسایه چکار کنم؟ شما مر زمین زندگی من نمیذاره که خوب باشه. چیکار کنم کوکو؟ همین بچه تو نورالله چری تا کارا میکنه؟ با خدا قسم به تعمید آخر میکشم. چیکار کرده چی نورالله؟ بیا اومده برات پیش خوارزاده مکجیل گفته برو از زمین گسالا ماما خو یکی بده به من و 10,000 بگو دوست برده. مامان امروز به حلال که زندگی آدم برابر نشد به خدا قسم به 100 سال خدا به حرام نمیشه. بفهمیدی؟ رمضان یعنی بچه من نورالله میگم این کار کرده که به 10,000 گوساله تو مسابقه خره. نه پس مادر می کار کرده بچه تو نکرده. مامان امروز تا به کی دیگه همین بچه شما تاشون لدر به تعمیدی بگرده غیر از این که ایر سخت خله که اور بچون نازی بزنه اور بچون نازی بزنه. دمی خوازاده من صغیر خود برید من کلام کردم مادر از ایبر خونه شیخ و پیار بمرد. من همین کلام کردم تا به حال کوچکترین کار به من نگفته و نکرده. امروز بیا اومده به من رمضان تو به من فرصت میدی 100 لسیای بری میگی میشنی. برو بگین مامان امروز بگین. کاکا جو بچه من به 1000 سالی کار نمیکنه. لا اله الا به الله. 1000 سالی کار نمیکنی اشتباه هم نمیکنه. تو چری بخور بخند ما میندازونی کاکا؟ بخند شما میندازونی. ها دیگه. خور بخند شما. ها دیگه اگه خندزی خوازاده مکجی طالب من ببین تو گپا نگفت طالب دروغ میگه. چی احتیاجی داره که بیای بگم من نورالله گفته 10,000 به تو میدم گساله بده به من بگو مازدا بیام دور بار کرده بود جونده برده. یا تو گپمو خورزاده خوب باور کردی. گپ بچه نادونی میگویی. اگو قطع کوته یک گوجبی نگم من اگو قطع کوته خدا او متکده سند سال و بالای عقل کمال بالای. این گپا نازم من امروز مونتا یک چیز من میگم خوب بگو خدای پاک من خودی نورالله کل روبرو نکنه. اگر روبرو که مگر یا امیدی ازی باشی یا از من دیگه با بچه من کل نگی. بها طلبم داری مامان طلب دارم ها نگی که دیگه کل نگی با بچه من. انی تو بودم اختار اصلا که معلوم بشه شما طایفه نفته کنه بری شما میته دوز داده قاله. برو کوکو برای کار خود برو. خدا قسم اگه نورالله پیش ما برای ایتا بفهمیدی باز من خودی ارباب دیم حل دیگه. با تو دست خوجون بچه من بزی با من فکر چیکار کنم. برو کوکو برای کار خورو. بگو خوری انا بدرخ میل خور بخند من دادونی. ملک زمینا ما به سر رجا بابا د کار کی بیای اونا چیش به طرف اینا داشته باشه اونا رو داره ببره. ها گساله بچه تو گفته با 10,000 میخرن گساله که به 45,000 میخرن رول به 10,000 میخرن به تو برو بخون موتوری بخر چه کار کو فلان کو. رمضان حالی گپ که تو میزنی درسته؟ یعنی به 10,000 بچه من گساله اگه من از پرسان کردم می گپ پر بزدی با من فهم شما میگه که من میت کارا کردم. مشکل خور بخند مرا بخند نداره خوب یه خندزی دیگه خندزی نی بفهمیدی فکر خورورد مامان روز که گزارش ما و شما به زیدی نمیشه. اگه قرار باشه که هر دم و ساعت بچی تو بیا اینجا شامبول قوزه من داده که به خدا مگر یا تو بشی به زیدی یا نه. کوکو بلند کو فودگی برو. با معلوم میکنم من امروز به پیش ارباب دیام میرم. برو پیش هر کار نی برو.
این شهر خیلی خونه خیلی دسته دسته آشنایان دمده بیلان کوچ کرده دسته دسته دمده لیوان آی از دنیا که یار از یار میترسه کوچه بازار از دیوال میترسه ها؟ چی؟ چیکار میکنی؟ شیشته نشینو باشی نه چی گپ بگم خب که سر تو شاک خورد کنه همین تا گپ رو تو بگم که بری به فضا خوشو تگو چی میگم تا گپ رو تو بگم که بری به فضا بری میفهمی چه کار شده گیلا با نولایت کلاوردریا یاد گرفته کی؟ ندر سنگ بزی نورالله لیلام صاحب آه گرده گیلا سگو چی میگم آخه راه از این کلاوردری گرفته که با ما سزه سر کجی بالا کنه که گوساله از زیر دست می بکشه اونی کجی میاده به بینه دیده جو جیغ میکنه سگو کجی چی میگه یعنی کجی خیلی هوشیاریه بچه گفته گوساله بده به 10,000 تومان بده بفروشک کجی هوشیاری که بیامده به خونه گفته باشه من مسئولیت بکنم که گل زن خود اینه که گوساله بفروشیم و نفروشم همین بعضی بیعقل هستن که همین سر نشیده میماله همین تا گوساله از دست دوری میکنه کجی بیامده به ما میگه انا جیغ میکنه سگو چی کجی کجی رو کجی بیا تا بابالی بون بفهمیدی؟ کلگا کتو لیشتی کله لیشتی سگو چی میگم؟ اگه تو نمیبیدی جان جان گوساله میره بیاری خب میگم بیا اگه تختکه میده که مشکل کتک خواهم از این کجی رو عملیات بیدن بیا کجی این خود تا سال لیشتی خود که فقط میگی اسپورت درس دام قلی اختیار الدینه یعنی لیلا چی گفتی به تو؟ کجی اختلاط که چی گفته بود؟ سگو تو چوب به سر زمین بیدون برفتون گوار بسته کرده بیدون همون جگاه شیشته بیدون نورالله بیامد به پیش بید نورالله بیامد پیش بید خلاص همین که تبالا کرد گفتم که گیر گفته برو گفتم آخر تو چی کار میشه گفته چی آخر ما و شما چی میشه دیگه میمونه میره به رخ کار گفته کجا چه خیلی پیار خدا بیامرز تو که بود مادر تو هم اویتشون تو این جگاه علخون و معلخون به پیش نیم و میگفتی زل و مادر میوته نشد میگفتی مادر بشی اول کرد خب میگم گفت مادر تو شو کرد خب میگم براره کرده گفت تو نمیته به پیش ماما خود میدید فرستی بسی ها میزیم تا چیش ماما تو بکنه حالا که یک تو میبینی یک باسکیل نداری که از این جی به اون جی از این منطقه به اون منطقه بری تو چه کار میکنی آخر تو چه کار میشه این ماما تو هم نمیکنه و تو یک باسکیل بخری تو خود نمیخره چه کار کنی یک دفعه بر میداره به من چی میگه بیا می گو خوبه دیوری می گو خوبه دیوری من بر میدارم میبرم اگه ماما تو از تو پوشید بگو من ندیدم اولی که به گردن نگیرم که من ندیدم با که اگه میگفتی هم برای بگو هیچی موضوعی بیامد بار کت بردش بر چولار بمیدون تو برو خود خوب باسکیل سکیل بخر تو گپ میدار من گپ میدم ما از اینجا که کنده شو گفتم خوبه دیدو لما فکرها خو میکنم بابا تو خبری میدم همین گوساله میگفت آقا همین گوساله میگفت خب گفتم باشه بابا فکرها خو میکنم هم که دورو لازمی دیکنده نشو برم همین تیپ فوق و دام دادو دورو طرف بابا همین از اون سی تا به پود نبیشیش تا بابا بخورم من دوم گفتم بابا من رمزونم برم آفرین کردی آفرین خوب کار کردی باشه ما ببینیم این نورالله میگه میدید کلاوردار شدی پس این که با تو گفته آه انا حال میرم نورالله این تا میزنم که خود بگم فهمیدی؟ چی کردی حالا دراده خواهی از اون رفت بید تمام شد ماما من خودی حق نگذارم میگفتی به رمضان میگفتی زدو همین هوشیاری کرده که نه گوساله برای اون دیگه آها نفرشیدی گساله نه چی فریشیدو هر کی مثل تو نمیشه که جا جا گوساله بفروشه مرگه دیگه دانم بعد من کمبود دارم من میفریشیدم میفهم معمول بعضی که مرتکب بگه خود برای از اشتباه بود نمیندازم عقل کمال من میه دیگه درسته تربییم کمتر است تو با زیاده تربیت تو کمتر یک گیلا عقل تو کمتره عقلم میگم عقلم خیلی باشه خوندن بخونم تو دین 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 دین
چرا اگه به طرف شما برای خیلی خوشحال میشید من میرم کار دارم اینا خدا بید برو بخیر دیگه منتصر کو اگر دیگه پیش میام تو جواب بده که بره خوبه یا خوش بکو آفرین بخند عقل کمال به خیلی خوشیات بی از اون گپ زدن از کم عقل یاد گیرد این آدم میگیره به تنه گیر کنه ولی تو آدم بونه با مزیم بزن این به تنه گیر کنی یاره به هر کن بستکه بخوره دیگه پر از بیکار نه حتی چی به تنه گیر کنی با کل بستکه بشینی نگار کن خوب تو بیکار نگار کن راکیت خود بستکه